اگر ما تمام این هزینه ها رو بیاریم اینجا انجام بدهیم با یه بمب تموم میشه آقای زیبا کلام. هزار تا بمب بزنن؟ مگه دیوونن که بمب بزنن؟ مگه دیوونن که دوها رو زدن؟ چرا به نروژ بمب نمیزنن؟ چرا به پاکستان بمب نمیزنن؟ چرا به ترکیه بمب نمیزنن؟ چرا به شما بمب میزنن؟ آقای دکتر واسه که شما مرگ بر آمریکا، شما میگی نابود باد اروپا، اونو میخوای. آقای دکتر مگه قطر میگه مرگ بر آمریکا؟ ترکیه کاری نداره، چرا کسی به پاکستان کاری نداره؟ چرا کسی به بیافا کاری نداره؟ که با پاکستان کار نداره؟ آره با پاکستان کاری ندارن. پاکستان بعد از ایران نوبت پاکستان است. اصلا دلیل حمایت پاکستان از ایران بعد از این جمله بود. شما این در رو زدی، کدوم دزدو گرفت؟ کیو گرفت؟ چی کار کردی با این دره؟ اون در معنای امنیت میده، اصلا قرار جایی رو بگیره. شما میگید اصلا این صنایع نظامی در اولویت دهم اول جاده بسازیم. منم میگم بله شما درست نیست، باید جاده ساخته بشه، ولی من میگم یه موشک با یه موشک تموم میشه. آخه واسه چی باید موشک بزنن به ما؟ بعد شما این واسه که بابا شما میگم برای چی زدن؟ شما به من چرا به ترکیه تا حالا یه موشک نزدن؟ آقای دکتر ترکیه عضو ناتوه، با ما خیلی فرق میکنه. چرا باید به ترکیه هم خودشون به خودشون حمله کنن؟